شما هم کمونیست هستید. مطلبی از اصغر کریمی. شاید نمیدانستید، ولی اکثر شما که خواننده این مطلب هستید کمونیست هستید، مگر اینکه هم نوع دوست نباشید، خوشبختی دیگران را نخواهید، از فقر و رنج همسایه دلتان نگیرد، با رفاه و شادی هم نوعانتان مخالف باشید، نجات پرست و ضد زن باشید و یا کارتان استثمار و مفتخوری باشد. صفات آخری مال یک قشر کوچک حاکم است و یا قشر کوچکی که توسط آنها مغزشویی شدند. همان مفتخوران حاکم انقدر از کمونیسم بد گفتند و علیه کمونیسم و کمونیست ها نوشتند تا مردم محرومی که به کمونیسم بیش از نان شب احتیاج دارند از کمونیسم بدشان بیاید. آنها حق دارند علیه کمونیسم تبلیغ کنند، چون با رشد کمونیسم جایی برای مفتخوری و استثمار و عقاید ضد انسانی آنها نمی‌ماند. شما هم ممکن است اینجا و آنجا تحت تأثیر همین دشمنان قسم خورده قرار گرفته باشید، اما انسانیت درون شما یعنی کمونیسم. کسی که عدالت و برابری و آزادی و خوشبختی را برای خودش و همه هم نوعانش می‌خواهد کمونیست است. کمونیسم چیزی جز این نیست. کمونیسم از کتاب خواندن در نمی آید، در قلب اکثر مردم هست. بنابراین اغراق نیست اگر باز تکرار کنم که اکثر قریب به اتفاق شما کمونیستید، فقط بعضاً نمی دانید. اما کسی که به کمونیسم درونش و به آرزوهای پاک درونیش واقف می شود به گلوله آتشینی تبدیل می شود که می تواند فضای اطرافش را کاملا دگرگون کند و هم نوعانش را از مغزشویی طفیلی های حاکم، از مرد سالاری و مذهب و هزار سموم فکری دیگر که نسلا در نسل به جامعه پمپاژ کرده اند نجات بدهد. اما کمونیسم فقط عقیده نیست. کمونیسم یک جنبش وسیع اجتماعی است که در همه جنبش‌های پیشرو و آزادیخواهانه جریان دارد، نقش متحد کننده و سازمان دهنده دارد و در انقلاب جاری نقش تعیین کننده دارد. به همین دلیل است که در انقلاب زیبای زن زندگی آزادی خبری از قوم پرستی، مذهب و مرد سالاری نیست. هست، ولی بسیار حاشیه‌ای است. جامعه آنها را پس زده است. مطالبات و شعارهای مردم درمان و تحصیل رایگان است. علیه فساد طبقه حاکم و حقوقهای نجومی آنهاست. علیه تبعیض و نابرابری است. علیه بی‌حقوقی زن و دفاع از کودک است. علیه اعدام، زندان و شکنجه توسط استثمارگران حاکم است. این ریشه در کمونیسم دارد و تماماً کمونیستی است. کمونیسم اسم دیگری برای انسانیت، برابری طلبی و آزادی خواهی است. بنابراین شما هم کمونیست هستید. تردید نکنید، به آن افتخار کنید و دیگران را هم از کمونیسم درونشان آگاه سازید. حزب کمونیست کارگری و تلویزیون کانال جدیدش را به آنها معرفی کنید. این قدم مهمی در راه رهایی همه مردم است.